حالا تازه شد اون سریالی که از هومن سیدی توقع داشتیم. بالاخره یه قسمت با آدرنالین بالا دیدیم. این قسمت هم غافلگیری داریم که آخر ویدیو میگم. شما رو یاد اسکوید گیم نمیندازه؟ اونجا هم یه سری آدم و یکی یکی وارد یه مکانی میکردن، ازشون عکس میگرفتن، وارد یه بازیشون میکردن. اینجا شاید شما هم فکر کنید که خسرو همون نیکه، اما نه، خسرو هومن سیدیه که یه بار نیکو میندازه جلو جای خودش، یه بار هم داوود. تو قسمت اول قورباغه هم نماهای چهارشنبه سوری رو داشتیم. حالا چهارشنبه سوری نماد چیه؟ انگار که وقتی از رو آتیش رد میشی دیگه اون آدم قبل نیستی. تو قسمت دوم یه نمایی داره که نمونهشو تو قسمت قبلم دیده بودیم. اونجا که دوربین از پشت داوودو فالو میکنه. رامین راستاد خیلی کنترل شده بازی کرده بود. بازی نوید پورفرج این قسمت عالی بود. نشون از اختلال شخصیتش میده که ما نمونهشو همیشه توی کاراکترهای فیلم‌های خارجی دیده بودیم. این پوستر قشنگو به کسایی که کامنت بذارن قرعه کشی میکنم و جایزه